داداش من توی دستشویی یه دونه از این دیوارای اوه فرز آرا پشت سرت کجاییم ما الان اصلا؟ سری دوربین و خرت و پرت و چیز دریوری دارم میبینم. ریدم دهنمتون. بیا بریم بیرون. داستانش اگه فکر کنید ذره‌ای برام اهمیت داره کاملا در واقعا برای منم مهم نیست. کجا هستیم ما الان؟ باجی چراغ نکن چشمک. توی هتلیم. نگاه کن نوشته اتاق 220 اتاق 219. توی هتل توریم. وای چقدر صدای آب داره میاد آجی. اینقدر آب؟ صدای آب. تو کشتیم پشما. بیره میره. اوکی کشتی. چقدر کشتیش بزرگه یا خدا. تا پلیر الان مپ ترسناک داری همینجوری میری کجا دی؟ چپتر شروع شد. اوکی این در قفله بچه‌ها. یه چیزی اون پشت. خب احتمالاً این دری که قفله رو باید بریم داخلش. خب ایول من می‌خوام یه دستشویی الان میام. یه دونه نامه پیدا کردی؟ اینجاست. عکس پیدا کردی؟ اینو برش دار دیگه اینجا. بیا ردشم. برو اونور موجود سر. نفر تو دستشویی خود. این دیگه چیه؟ به نظرم هر چی که پیدا می‌کنیم نگه داریم دیگه. بعداً قرار به کارمون بیاد. یه چیزی الکی اینجا نیست. آرمان عکس بیا اینجا آرمان بیا اینجا یه عدد دارم می‌بینم ببین. اینو ببین. یه چیزی وسطشه. مال یه آقای سیاهیه میدونم نکنه مال همین فهمیدی آقای حالا یه چیزی داره بهمون نشون میده که انگار 4 تا عدد این عدد سومشه که 9. میبینین بالا رو 4 تا عدده اوکی یه دونه 9 بس یه رمز بعد بزنیم. خب یه رمز بعد بزنیم. اینکه کجا باید رمز بزنیم و باید پیدا کنیم. جای اول که باید رمز بزنیم و پیدا کنیم. صبر آقا من خب برم تو اینجا. ببین آقا یه چیزی پیداش کردم بیا پیدا کردم 6 پیدا کردم. نه یه اتاق اینجاست بیا 6 پیدا کردم آقا یه 6 اینجاست. خب عدد دوم 6 عدد سوم 9 بیا یه اتاق اینجا پیدا کردم فکر کنم باید تو این اتاق رمز بزنیم. اوکی 69 تا اینجای کار. داداش من بازم دارم تو مپ از این نقاشی‌ها پیدا می‌کنم. ببین اینجا رو می‌بینی؟ اینجای کار 69 جایی که باید رمزو بزنیم. آره میدونم ولی مهم 69. یه دونه اینجاست. عدد اولین بالاست. اینجا بزن 2 6 2 تا دونه 69 8. آره یه کلنگ بهت داد. کلنگ بکن آقا بکن. کجا رو میشه کن؟ وایسا من توی دستشویی یه چیز دیدم. توی دستشویی یه جایی دیدم میشد کندش. وایسا بیا اینجا بیا تو بکن. داداش من توی دستشویی یه دونه از این دیوارای اوه فرز آرا پشت سرت بکن بری پایین بکن کی بود بیا اینجا سلام کن. داداش یه آقای سیاهی بود که عکسشو دیدیم. سیاه بیا من تونستم اینو بکنم پایینم. من تنهایی قرار نیست برم اینجا گوه میخورم. خب سیاه بود من نمیتونم ازش بگذرم. کجا داریم میریم حالا؟ بیا بریم اینجا. داداش دارم میبینم به یک ورت هم نیست یا آقای سیاه در کونت وایساده بود. از اینجایی که یوتیوب بهمون درآمد خوب نمیده آقا یعنی چی نون؟ خب چرا مثل آدم هویج طلایی نمیده؟ داداش یوتیوب بهمون خوب پول نمیده درک کن. بیا این برو بکن داداش کارگرت نیستم میزنی منو. برو بکن. اومدیم تو این اتاق. یه نقشه دیگه. این اتاقه. خب الان کجا باید بریم دقیقاً؟ الان باید یه جایی رو بکنیم یه جایی رو بزنیم. اون نقاشی که به داده چی بود؟ حاجی اینجا رو نکن یه نقاشیه. میتونیم توش. داداش هر لولی رو میشه نزنی وایسا. در باز شد. این در باز شد. کدوم در؟ خب الان میتونیم بیایم. آره اینو چجوری باز کنیم؟ بیا اینجا رو بکن. اینجا رو فایده نداره. وایسا این بالا یه نقشه دیگه است. 100% قراره این نقشه ها به کارمون بیاد که اینا اینجاست. داداش سرعت عملت هیچ فایده ای نداره بابا. یه دونه دیگه هم اینجاست. دریوریه ماست. داداش قبلا دوز بودی قبل اینکه من بتونم بردارم تو برمی‌داری. دوز بودی قبلا. دوباره عدد باید بزنیم که. عدد چی؟ ایول من عاشق عددم. الان باید یه عدد بزنیم. این عکس چیه؟ کاپیتان داره به استیو یه جام میده. نکنه اون عکس رو با من وصل کنیم. این عکس‌ها که شبیه این کاپیتان نیست. ببین باید یه چیزی رو الان پیدا کنیم که مربوط به این عکسه میشه چون عکس بده من عکس رو بده من هر چی ربطی به عکس داره. بده من عکس. جایی نیست عکس رو بذاریم. خب میگم اگه جایی بود به اینا مربوط میشه. فعلا فکر نکنم به اینا مربوط بشه. ببین اون عکسی که اون کاپیتان داشت به استیو جایزه میداد به اون مربوطه. باید یه چیزی پیدا کنیم که به اون مربوط بشه. ببین این عکس رو با من وصل کنیم ببینیم چه جوری داره. یه اتاقی که عکس بشه من وصل کرد پیدا کن. یه اتاق عکس. آرمان یه چیزی دیدم اینجا نوشته سیلینگ کامپتیشن 1937. نکنه این عدد رو باید روی همون بزنیم. میریم تست میکنیم. 1937 برو بزن. 1937 درست کار کرد پشمام. چی گرفتی؟ یه دونه لیور. خب بده من کو. can be placed on yellow concrete. رو یلو کانکریت. نه این آبیه. خب ما الان چیکار کنیم؟ یلو پیدا میکنیم دیگه. اینقدرم که ضعیف نیستیم. بیا داداش بیا اینو یلو تام پیدا کردم. چجوری میخوای بری تو اینجا؟ میخوای معجزه کنی؟ اومدن پشتمون. داداش ریدم.
فهمیدم. من بیام اینجا نکن. بلد نیستی. آرمان من دارم کونتو میبینم. خب من چی؟ منم باید بزنم. دنیز نه! چی بود؟ دارم میام. وایسا. یو! کشتنش. یه دونه بوک دارم میبینم. یه سری کتاب. این همون کاپیتان است؟ هر کس که داداش ریدم دهن همشون. نقاشی ها اینجا قرار به کارمون بیاد. می‌خواستم بهت بگم. این نقاشی رو بذاری. خب بذار فعلا به نتیجه‌ای برسی. این دو تا به هم ربط داره. این دو تا ربط. فانوس؟ بذار. داش اون دو تا به هم ربط داشت. چرا دست زدی؟ خب ندارم میچینمشون دیگه. اینا رو بعد بچین. وایسا رو زمینم هست. داداش عین آدم میشه بذار. ببین نکن یه آیلند لایت هاوس دار بعد بسازیم. میفهمم. نکن اینا به هم ربط داره. نکن این پایین داره میک میشه. نکن. نه. این سیاهی‌ها مال این پایینه. صبر کن. نکن اینم از این که دریوری چی اینو بلد داداش داره درست میشه دیگه. گوه نخور. داداش یه کمک کنم من میکردی همه رو خودم دارم درست میکنم. تمام. ایول همش کار خودم بود. حال کردی؟ عالی بودش. خیلی خوب درست کردی. یه لول جدید یه لول دیگه داد. لول بعد بیا برون تو. خب الان میتونیم بلوکان کلید بریم آقا بریم. خیلی تو نرفتم. خب دوباره برگشتیم همینجا که بریم بلوکان کلید بدو کلید اونجا رو گرفتیم. بریم من نمیخوام یه موجود سیاه پوست بهم تجاوز کنه. یس ایول من اینجا دنبال یه موجود سیاه‌پوستم استفاده کنم برای ترن اراوند. پشت سر مگه هیچ پشتمون. اگزیت داریم کم کم میرسیم به رفتیم برای دک صفر. اینجا رو یه دیسک. یه دونه عکس جالب نکن. اینجا یه زمانی مردم میمدن جشن میگرفتن، چیز میز میآوردن، بعد الان تبدیل شده به یه جای نابود. آرمان یه دیسک پیدا کردم. یه چیزی رو بیا نگاه کن. اینجا این یارو دیسک دستش بده. دقیقاً همون دیسک رو من پیدا کردم. اینا رو باید به ترتیب بچینیم. ببین باید یه دونه دیسک پیدا کنیم، یه دونه گل دسته اینه، یه دونه سطل آب دسته اینه، یه دونه پینتینگ دسته اینه. کجا باید بذاریم جاشو نمیدونم. بیا سیدی بذار اینجا. خب داداش یه چیزی که هست اینه که تو همه خونه ها دقیقاً همین شکلیه. میفهمی چی میگم؟ یه شب بخواب صبح شه. بیا. اوکی گذاشتی اون یارو رو توی چی؟ نه. خب بذار ببین چی میشه. آهنگ پلی میشه همین. چه آهنگی؟ بذار باشه. یه کتاب پیدا کردم. گل پیدا کردم. چیا دیگه می‌خواست یه پینتینگ بعد پیدا کنیم؟ دنیز بدبخت شدیم. اینجا ساعت میتونیم تنظیم کنیم. یه ساعت تنظیم بکنیم. نکنه معمای اول ساعته. وایسا من دارم گیج وسط چند تا معماییم. ببین یه دونه معمای اون وسطه، یه دونه معمای ساعته. فقط من یه کتاب پیدا کردم. بیا اینجا رو ببین. آقا نوشته rename the piece of paper to the solution and put it inside the hopper. میگه که بعد اینو نامگذاری کنیم بر اون کاغذ رو تو جواب. نکن بعد اسم جواب رو رینیم کنیم تو این انویل و بذاریمش داخل این هاپر. خب الان چه اسمی باید رینیم کنیم؟ وایس داداش ما کن نمیدونیم چه اسمی. خب ببینیم اسمش چیه دیگه. خب بیا بریم. این شاید معمای بعدیمونه. جلو شاید اومدیم. ببین من الان 2 تا کتاب پیدا کردم که توش ساعت زده آرمان. خب یکی نوشته 8 صبح، یه دونه نوشته 6 بعد از ظهر. بیا اینو بکن. اینجا پشت اینجا یه دونه نقشه است. بیا اینو بکن فعلا. نکنه این همون پینتینگ است. پینتینگ قطعاً پینتینگ نیست. خیلی ترسناک بودی آقای داداش. پینتینگ دیگه گوه بخور. پینتینگ خب چرا خب الان ما 4 تا رو پیدا کردیم. ببین پینتینگ ما باید الان یه چیز پیدا کنیم. ما باید کتابا رو پیدا کنیم که ساعت‌ها رو بهمون بگه. از 5 تا من 2 تاشو پیدا کردم. خب توی کتابا تاریخ زده. شاید بر اساس تاریخ هر چی قدیمی‌تر باشه به جدیدتر باشه. ساعت نزده فقط تاریخ زده. ساعت از کجا آوردی؟ الان 5 تا کتابو داریم یا نه؟ به چند تا کتاب تو دستته؟ آقا این 5 این هفته. یه دقیقه ساکت باش. اولیش میشه 8. آره بعدی چنده؟ بگو من میذارم. تو بگو من بزنم. آقا این 8 این نداره. میذاریم 12 این که نداره رو. این نداره. این یکی 9 پی ام 9 میذاریم دیگه مهم نیست. 9 این یکی 2 این یکی 6. اوکی درست حساب درآمد. ایول خب چی کجا باز شد؟ اینجا دکمه و کتاب. کد گاید. وای بعد کد بخونیم. یعنی چی؟ بده ببینم چیه. بیگینرز مورس کد. بعد مورس کد بزنیم. دکمه رو ما باید کجا بذاریم الان؟ خب نکن مورس کد بعد بفهمیم. نکن دات خط دات خط
دات اینا رو باید بنویسید نمیتونم حفظ کنم. خب نظرت چیه کتابو بدی به من منظور کتاب بفهم چه کلمه‌ای میگه و تو بهم فقط آمار بدی؟ خب دنیز اول اینو بنویس، اول این دات و اینا رو یه جا بنویس. خب وایسا خودکارم اوکی بگو. درست الان شد نمیاد. اس اولی. آره. خب اس اولی S T O R میمونه آخری استور. خب استور. S T O R دو تا دونه خط استورم. استورم. خب الان استورم آره. معنی میده. اگه اینو بندازیم درست در بیاد میتونم بگم که اوکی. آها من داشتم وی رو داشتم دریوری میگم. یه لور. خب ریدم بریم. درام از 300 دارم اینجا. یه ها نقطه بلو کانکریت بلو کانکریت پروژکتور رو بزن، میتونیم روشن کنیم. بزن. او مای گاد. میگه اینا رو بعد اینجاها بذاریم. خب وایسا. ببین از دیسک بذار از دیسک شروع کن. دیسک دست منه. دیسکو دست بزن. منه. هر کی بره هر کدومو بذاره دیگه. دیسک میره اینجا. دیسک میره این میره اینور. خب گل کجا میره؟ خب کجا باید بذارمش؟ چیو؟ همین که وایسا دستمه ببینم. رو. چی دستته؟ خب نه کجا گذاشتی تو؟ پینتینگ اینجا هست دیگه بیا روی این بذار. نه اینجا اسکل. کجا؟ اینجا. اینجا. نه واسه اونو. گل کجاست؟ وایسا. گلینه دیگه گلینه. اینجا میاد میره اتاق آخر اونور. آره اون ته. خب گل کجا بذاریم؟ گل گلدون بود دیگه. گلدون. خب آبو الان آب مونده. آبو داری تو؟ آبو نه اون پیدا نکردیم آبو. خب بدبخت شدیم. بیا یه واتر باکت باید پیدا کنیم. بگرد. الان کجا بود اصلا؟ واتر باکت رو پیدا نکردیم. بگرد به گاه رفتیم. امیدوارم آهنگش کپی رایت نداشته باشه. بابا نخواب بابا ای دارم میخوام. پیدا کردم بابا. چقدر گاوی میره ندیدیم واقعا. داش تو گاوی من خود نگشتم مثل تو. داداش خب تو می‌خواستی بگردی. بیا این اتاق اینجاست. بیا باید فکر کنم بذاریمش تو توالت فرنگی. بیا بذار اول برینم. تمام شد آقا بریم. چی شد؟ تمام بچه‌ها دمتون گرم. خب الان چی چی شد؟ باز شد؟ الان باید بهمون لور بده. لور اینجاست. آره لور بیا بذار. درو بیا، بذار لاین. کن. بریم. اوکی تو اول برو. پایان. اینجا رو نکن آجی. اومدیم زیر کشتی. اوه تو هم عاشق این زیر کشتی. اوه ترسناک ترسیدم. باشه داداش یکم حالا بترس. فهمیدیم خفنی. وای از این معماها. آرمان بیا خودت حل کن. من اینو دوست دارم پس ادامه میدیم بچه‌ها. من میرم دور و بر بگردم ببینم چیز خاصی میتونم پیدا کنم. اینجا که من این معما رو دوست دارم این معما رو هم میریم. اینجا یه چیز سنگ شکسته است که حالا این کارو کنیم. اوکی آرمان تنها راه نجات همونه. این معما اینجوریه که باید بهم وصل باشه دیگه دلغک. خب آره دیگه دارم همین کارو میکنم. اگه دقیقه سکوت کنیم این دوتا به هم وصل میشن. دست نزن خراب نکنم. بلد نیستی دست نزن. اینه خب منتها اینو بچه گویی باش بخوریم. این وصل میشه به این وصل میشه به این. تمام. خب حل کردین؟ پشمام. تمام. پشمام. یه کلنگ. بیا یه کلنگ. بیا من یه جای یه سنگای تخریب شده پیدا کردم. فکر کنم بعد اونا رو بکنیم. بیا بریم پایین. سنگ تخریب شده از کجا پیدا کردی؟ چه میدونم از این سنگای لق. ایول بچه‌ها باز شد. کجا داریم؟ یه جای دیگه هم من پیدا کردم. خب اگه اینجا رو بریم اول همینجوری خب سریع بیا بدبخت شدیم. این چیه؟ این الان باید یه نمایشگر باشه. چرا چیزی من نمیبینم این تو؟ خب وایسا یه لور یه کانکریت هست دوباره فکر کنم نمایشگره ولی خب چیزی باید روشنش کنیم. اینجا نگاه کن باید بلک زرد بیا برگردیم اونور. خب آقا باز آفرین حمال بکن کارگر سمی باز شو یا اول فاز. وای ترسیدیم و این حرفا. بریم بعد همون پروژکتور رو روشن. نو ریزن تو گو بک. حرومزاد داداش من قیافه تو رو دیدم دقیقا همین حال بهم دست. مانیتور روشن شد. وایسا داره چیزی نشون میده. وایسا اینجا. دوربین داریم. نه تا پلیر وقتی میخنده. وایسا اینجا 5 نایت ات فردیزه. قضیه چیه؟ داداش چرا تو بعضی از عکس‌ها یارو هست؟ تو بعضی از عکس‌ها نیست. خب الان سوال اصلی که این دوربینا رو چیکار کنم الان که چی؟ مثلا نکنه اینا کاری میکنه. A B C 1 2 فهمیدم. ببین هر مانیتور اینجا نگاه کن کنارش نوشته مثلا این B6 خب مثلا اینجا هم B داریم که میرسه به 6 ولی خب دقیقاً باید تو این B6 چی باشه که ما اونو دستکاری کنیم. وایسا داداش یه لحظه گوش بده به من. نگاه کن این مانیتور اینجا پروژکتور اینجا خب نه آخه کاری داره کامراهاش
کامراها کاری داره نمیکنه. خب شاید ما از تو این کامرا باید بفهمیم که اینو روشن کنیم یا نه. یه ایده دارم من فکر کنم اونایی که داخلش هیولا داره رو باید روشن کنیم. وایسا C3 رو روشن کن. C3 آقا هیولا داره نه نداره. C5 رو روشن کن. یه هیولا C5 داره. رو روشن کن آقا، روشن کن. برو بعدی. C6 هیولا داره. A1 که هیچی، A2 هیچی، A2 هم که هیچی. A3 هیولا داره که داره مثل اسکولا بهم نگاه میکنه. زدی A3 رو؟ A3 آقا بریم A3 رو زدم. برو بعدی. خب A4 هم داره این گوشه چشماشو بابا داره. A4 هم داره. برو A6 هم داره. خب B1 که نه. B2 هم داره. B2 اوه نه زدی؟ پایان. اوکی چی داد؟ موفق شدیم. لور داد. ایزی بریم. من چرا گیر کردم؟ برو بریم. کره زمین برو دارم پشت بریم. سر کره زمین راه. یه برو تو اول برو که جامپ اسکر شدی حداقل. الیویتور آسانسوره. برو تو. رسیدیم رسیدیم به اتاق کپتن. بزن الان میریم بیرون دیگه. اوکی چیز دادیم، رادار دادیم. خودتو معرفی کن. داریم الان حرف میزنیم با بیسیم. آره ما اینجا گیر افتادیم. یه آدم سیاه ما رو نجات بدید. یه آدم سیاه اینجاست، میتونید برده استفاده کنید. من اگه از بریتانیا هستید ببینید این بهترین فرصتیه که هر مزرعه داشته باشید اینا کار میکنن. آره ایزی بردیم. ایول تموم شد. خیلی خفن.